سلام دوستان خوبم، خوش اومدید به کانال جمینی آسترولوژی. امروز 18 آگوست هستش و ما یک ترکیب خاص و پر انرژی از آسمون رو داریم و باهاش روبرو هستیم. ماه در درجات پایانی جزا قرار گرفته، حدود 24 درجه و جالب اینجا هستش که در نزدیکی اورانوس هستش که اورانوس در 1 درجه در جزا قرار گرفته و این هم جواری و زوایایی که این دو سیاره دارن تاثیرات خیلی ویژه‌ای رو روی روان ما، روی تحولات اجتماعی و حتی روی طبیعت میتونه داشته باشه. خب میریم که نگاه کنیم ببینیم این تأثیراتی که سیارات امروز در کنار همدیگه رقم زدن چی هستش. ما همیشه بیانگر احساسات جمعی هستش، ناخودآگاهه و واکنش‌های غریزی ما هستش. وقتی که ما در جزا قرار میگیره، ذهن‌ها پر از کنجکاوی میشه، پر از سوال میشه و پر از گفتگو و تبادل اطلاعات میشه. خب اما این بار چون توی نزدیکی اورانوس قرار گرفته، این انرژی به شکلی غیر منتظره، ناگهانی و حتی انقلابی میاد خودش رو نشون میده. یعنی ممکنه امروز یا این روزها خبرهای شوک‌کننده، تغییرات سریع یا تصمیم‌های ناگهانی توی زندگی شخصیمون و حتی توی سیاست و اقتصاد جهانی رو ما بتونیم ببینیم و یا بشنویم. از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ماه توی زاویه چالشی هستش با زحل یا ساترن و نوت‌ها، یعنی زاویه 90 درجه درست کرده و این یعنی تنشی بین احساسات لحظه‌ای و مسئولیت‌های سنگین و کارمایی. توی سطح فردی ممکن استش بین چیزی که میخوایم و چیزی که مجبوریم انجامش بدیم یه تضاد شدیدی رو ما حس کنیم و انگار عقل و احساس با هم دیگه درگیر میشن. و توی سطح جمعی و سیاسی این زاویه میتونه به شکل محدودیت‌های قانونی، فشارهای اجتماعی یا حتی سختگیری‌های سیاسی بیاد خودش رو نشون بده. و در طبیعت هم این انرژی میتونه باعث اختلالات موقتی مثل تغییرات آب و هوایی ناگهانی یا حتی زلزله‌های کوچیک بشه. اما خبر خوب اینه که ما در زاویه 60 درجه با خورشید قرار داره از سمت دیگه و این زاویه حمایتی و سازنده است. یعنی در کنار همه این تنش ها یک فرصتی داریم برای هماهنگی بین درون و بیرونمون، بین احساسات و ارادمون و اگر از این انرژی و از این زاویه‌ای که هستش استفاده کنیم میتونیم قدم‌های عملی مهمی رو برداریم و تضادها رو به فرصت‌ها برای خودمون تبدیل کنیم. و از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که زحل و اورانوس توی زاویه 60 درجه هستن و این ترکیب فوق‌العاده است چون نشون میده تغییرات ناگهانی که همون اورانوس هستش با ساختار و نظم که زحله اینجا هم اومده و هماهنگه. توی زندگی فردی میتونه همزمان باعث نوآوری بشه و پایه‌های محکم رو برای ما بسازه و از طرف دیگه توی سیاست و اقتصاد این انرژی به کشورها یا سیستم‌ها میتونه کمک کنه تا با تغییرات زمانه خودشون رو بیان تطبیق بدن بدون اینکه همه چیز رو بخوام فرو بپاشن. و از سمت دیگه انرژی دیگه‌ای که هستش انرژی بین خورشید و اورانوسه که خورشید و اورانوس زاویه 90 درجه با هم دیگه تشکیل دادن و این یعنی چالش بزرگی بین هویت فردی که مربوط به خورشید میشه و نیروهای تغییر و انقلاب که مربوط به اورانوس میشه و توی سطح فردی ممکنه بخوایم از قید و بندها آزاد بشیم و یک مسیر جدید رو برای خودمون شروع کنیم و از طرف دیگه توی سطح جمعی احتمال اعتراضها، جنبش‌های اجتماعی، حتی تغییرات بزرگ سیاسی هم بالا هستش. و در طبیعت هم این زاویه اغلب با وقایع غیر منتظره میتونه مثل طوفان‌ها یا تغییرات سریع همراه باشه. پس به طور خلاصه آسمون امروز پر از زوایای چالشی و حمایتی هست و از یک طرف تغییرات سریع و غیر منتظره رو ما داریم و از طرف دیگه فرصتایی رو برای ساختن و هماهنگ شدن. اگه هوشیار باشیم میتونیم از این انرژی ها به نفع خودمون استفاده کنیم، تغییر کنیم، رشد کنیم و در عین حال پایه های محکمی رو برای آینده بسازیم.
دوستان عزیزم، این یک ویدیو کوتاه بود در مورد انرژی های امروز. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. با حمایت شما است که میتونم محتوای بیشتری آماده کنم و با هم دنیای شگفت‌انگیز ستاره و سیارات رو بهتر بشناسیم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و انرژی هاتون باشید.